این هفته خبر تو خبر داره براتون از فیلم ملاقات 6 ماه پیش عظما و هیئت دولت که اون موقع پخش نکردن، اما الان که از همه جا رونده و از همه مونده شدن مجبور شدن که پخشش کنن. تو روزنامه خوندم که ترامپ گفته که من میخواستم به ترزا می سفارش کنم راجع به سختگیری نسبت به ایران، او به من سفارش کرد در سختگیری راجع به ایران. اینم دیگه اون حالا تلفن میزنه با آقای دکتر روحانی و اظهار ارادت و اخلاص به ایشون. اینا رو بایستی اینجوری با این چشم باید میاد بدن اینا. بله، با این حساب تلاش آخوندا برای تنش‌زدایی در سیاست خارجی یه چیزی تو این مایه هاست. وقتی جوجه طلبه ها دیدن عظما اینجوری به شیخ فری پس گردنی زد، اونا هم دور برداشتن و اینجوری از خجالت حسن فرفره در اومدن. آقای روحانی بدترین رئیس جمهور در بهترین منطقه است، بهترین موقعیت ممکن قرار گرفت. سوریه از یک طرف نیاز مبرم داره، عراق از یک طرف نیاز مبرم داره، پاکستان، افغانستان، مالزی، هند و خیلی از کشورهای دیگه واقعا نیاز به همکاری ایران دارن. بعد اینا رو کلن رها کرده، دو دستی چسبید که اول به امریکا کت خدا، هیچ عایدش نشد که. بعد الان دوباره عبرت نگرفته، با تیمش برگشته دوباره چسبیده به اروپا. این هم یک مدل شماتیک از ورود و خروج شیخ فری در عرصه دیپلماسی. مم جواد ظریف هم که دید هواپسه رفت یه فیگور عظما پسند گرفت تا شاید از فشاری که روش هست کم بشه. از ظریف به شیفتگان غرب اشتباه نکنید، بدون غرب هم حتما می شود زندگی کرد. اما دلواپسا جواب ظریف و فیگوراش رو اینطوری دادن. ظریف هم که زورچپون الان مونده، برای اینکه بگه بابا به خدا من انقلابیم، یه روز عکس با قاسم سلیمانی رو میکنه، یه روز در دفاع از فلسطین و غزه حرف میزنه. آقای ظریف، شما همون دوست جانکری هستید که امضاش تضمین بود. شما هر کاری کنی آب و صابون بیاریم رو تو بشوری، تو دیگه تطهیر نمیشی برادر عزیز. تو همونی هستی که تو آغوش جانکری بودی. این هم نحوه همکاری جماعت دلواپس و دلارام در نظام ولایت. یکی دیگه از مصیبت‌های نظام این داستان FATF که این کارشناس نظام آب پاکی رو روی دست همه میریزه و میگه بابا با FATF و BFATF کارمون ساخته است. ضمن اینکه در شرایطی که الان ما تحت تحریم‌های در واقع ثانویه آمریکا هستیم، بودن یا نبودن در لیست سیاه FATF هیچ اثری ندارد، چون با فرض اینکه ما داخل لیست سیاه FATF هم نباشیم، بر اساس تحریم‌های ثانویه آمریکا که همین الان فعال هست، بانک‌های دنیا اجازه کار کردن با ما رو در واقع ندارن. از اینجا به بعد نرمش ذلیلانه عظما باید تبدیل به یه چنین حالتی بشه. در شرایطی که هر کسی از راه میرسه یه لگدی نثار عظما میکنه، این آخوند تانگه اومده تا به قول خودش پاور عظما رو به رخ بکشه. اونایی که امروز از موبایلشون خیلی استفاده میکنن این پاور با خودشون هم میارن. مدیران خیلی دارن شارژ مصرف میکنن، روز پاور میخوان. پاورشون ذکره، استغفاره. اگر همه نگیم، بعضیا امروز از دشمنا ترسیدن ولی رهبر دیروز و امروزمون هیچ ترسی به دلشون را نده، چون پاورشون قویه، با معنویات خوب خودشون رو تقویت کردن. منظورش از پاور عظما یه چنین پاوریه.
این آخوندتانگه دنبال پاور برای مدیران نظام بود. حالا این پور محمدی اومده میگه کدوم مدیر؟ ما اصلا مدیر نداریم بابا. آقای پور محمدی ظرف کمتر از چند ماه، 4 ماه 5 ماه، بعضی از دارایی‌های مردم که واقعا به خونه دل جمع کردن 1/5 شد. این دیگه این قصورها رو که و واقعا فسادهایی پشتش بود که الان می‌بینیم دستگاه قضا چند نفر رو اعدام کرده، چند نفر دیگه هم تو راه اعدام هستن. اینا فسادایی بود که میتونست شکل نگیره. بله خب درسته. شما به هر حال انسان سالم هم میخوره زمین دستپاش میشکنه. زیادی توجیه نمی‌کنید؟ نه چرا توجیه بکنم؟ اصلا ببینید انسان همراه با ضعفه، انسان همراه با نقصانه. یه دولت بزرگ مشکل نداره، ضعف نداره، فاسد نداره. به هر حال ما الان مدیر برای شرایط سخت بحرانی اونقدر نداریم. این یکی مدیر رو هم به صورت کاملا تابلو و در قالب یک سوتی تاریخی برکنار کردن. قرار بود ما در خدمت آقای مرتضی هاشمپور مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان باشیم، اما به من اعلام میکنن که ایشون از سمت خودشون امروز صبح برکنار شدن. بازار برکناری و جاروکشی تو نظام اونقدر داغه که تو استبل ولایت برای برکناری لاریجانی هم اینطوری دندون تیز کردن. شما هم انشالله آخرین دوره هست و دوره آینده انشالله استراحت میکنید. ما پیشا پیش تبریک میگیم به اینکه فرصتی نمایندگان محترم به حضرت عالی دادن تا بالاخره در کسبت. حالا ببینید از قبر خمینی چه کاخی ساختن که حتی این جوجه طلبه هم مجبور شده بیاد اینطوری ماسمالیش کنه. که عاشق کاخ نشینی باشه حتما به تقدیر الهی تو استخر فرح پهلوی غرق میشه و باید هم تو همچین کاخواره‌ای دفن بشه. اما تفکری که به خاطر کوخ نشینان انقلاب میکنه تو دستان پرمهر مردم مظلوم تشریح میشه و تو قلوب مؤمنین ماندگار میشه. امام قطعاً با این روش مخالفه. ما هم اگر اینجا حضور پیدا میکنیم به خاطر اینه که اماممون که فرزندانش هستیم به دست لیبرال ها نیفته. تو روزگاری که مردم ایران در تامین حداقل‌های معیشتی هم مشکل دارن، ببینید آخوندا چه خاص خرجیایی میکنن. یک خبری منتشر شد که آقا 28 تن کلاهگیس، موجه مصنوعی و سبیل، حالا تو این شک دارم سیبیل یا ریش، از اتاق فرمانده و ریش با عرض 4200 تومانی وارد مملکت شده. آقای یوسفیان مولا عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته که این کار بی‌سلیقگی مدیران بوده. من واقعا سوالم اینه که چرا بی‌سلیقگی بوده؟ این که دولت کلاهگیس وارد میکنه به فکر سر کچل مردمه، این بی‌سلیقگیه؟ موجه مصنوعی بی‌سلیقگیه؟ عزیزم بی‌سلیقگی چیه؟ تو این وضع مالی مملکت با عرض 4200 تومانی کلاهگیس و موجه مصنوعی وارد میکنن، بی‌سلیقگی نیست، خیلی فجیع‌تر از بی‌سلیقگیه. در حاکمیت آخوندا مداحی و روزخونی هم تبدیل به یک بیزینس شده. شما فقط قیمت‌ها رو ملاحظه کنید. سلام. قابل توجه مداحان گرامی سراسر کشور که با من تماس میگیرن به خاطر اینکه پل ارتباطی بشن واسه شون که جلسه زوارالحسین تهران بخونن. من تصمیم یه کار جدید گرفتم، با هر نقشه‌ای که میان جلو بیایم، ولی قیمت‌ها رو اعلام میکنم. اگه میخوان اونجا بخونین شور 10 میلیون، گودال 7 میلیون، واحد تند 5 میلیون، واحد آروم 3 میلیون و 500، روزه 2 میلیون، زیارت عاشورا 500,000 تومان و چایی و عکسی که تو دوربین رو بخوان نگاه کنن 500,000 تومان، عکسی که تو دوربین رو نگاه نکنن 200,000 تومان، عکسی که هم تو دوربین رو نگاه کنن هم دست رو گردنتون بندازن که یعنی خیلی با هم خوبید 1 میلیون تومان.
شما میدونستید که فقر روزافزون مردم زمینه ثروتمند شدن آخوندا رو فراهم میکنه؟ بفرمایید اینم پاسخ عضو مجلس آخوندا به این سوال. ما روز به روز داریم فقیرتر میشیم ما مردم. خب این که توضیح ها واضحاته که ما بخوایم بگیم که واقعا سفره مردم کوچیک‌تر شده، ولی یه مسئله که هست اینه که به نظر من زمینه برای ثروتمند شدنمون فراهم شده. یعنی اینکه الان ما فهمیدیم که از منابع انسانیمون، نیروی انسانی جوانمون، منابع خدادادیمون بهتر استفاده کنیم. این دوزای سرگردنه در شرایطی دارن این اراجیف رو به هم میبافن که قیمت پراید شده 50 میلیون. شاکرم دوستان، گلمنگولی در خدمت پراید 50 میلیونی هستیم. چرا نخندی؟ منم شده بیدم 50 میلیون میخندیدم. والا کاری که تو با ما کردی بمب اتم با هیروشیما نکرد. ایربگ هم داره، دو تا باد بدکو هم میذاشتن جای ایربگاش فانوسن بهتر بید. جدیدن دی گینس هم ثبتت کردن. خب میگن گرونترین تابوت دنیا شده ای سالار کاکا. داغت نبینم والا 50 میلیونه که ما 50 میلیون پول داشتیم با آمریکا اعلام جنگ میکردیم. مرغ هم که دیگه تبدیل به کالای لوکس شده و اصلا کسی رنگش رو نمیتونه ببینه. این روزا این خونه برام بی تو مثل یه زندونه، نداره طاقت دوری تو، دل بی تو پریشونه. رفتی و بعد از تو من چشمام به در مونده، برگرد که برگرده جون به دل در مونده. نمیشه بی تو سر کرد بسه، دیگه تو برگرد خسته شده دل از جدایی. برنده بلا منازع مسابقه وقاحت هم این پاسدار نقدیه. همین الان پاشیم با هم بریم تو خونه رهبری وارد شیم خجالت میکشیم، میبینیم زندگی خودمون به اصطلاح به مراتب مرفه‌تر از رهبریه. بعد از اونم جایزه وقیح ترین رو باید به آخوند روحانی داد که این تیکه از مصاحبهش رو هممون یادمونه. آقای دکتر عیدی برای مردم چی دارید؟ عیدی همین است که مردم ما انشالله تلاش بکنن ما بتونیم به اهدافمون برسیم. این هفته هم یه سری به دستاوردهای اقتصاد مقاومتی بزنیم و با تازه ترین محصولاتش آشنا بشیم. ما خودکفایی مرگ بر آمریکا. مدتی پیش یه انیمیشن تو فضای مجازی وایرال شد که در اون ترامپ خامنه‌ای رو از هواپیما به پایین پرتاب میکنه. حالا ببینید آخوندا در جواب چی ساختن. آقای ترامپ قمارباز، نیروهای مسلح ایران نمیخواهد من حریف شما هستم. از اونجا که توی تیوریش نشون دادن ساز ممنوعه، نابغه های نظام دور هم جمع شدن و چنین ابتکاری رو خرج دادن. در پایان توجه شما را به چشمه‌های جدیدی از تعادل جلب می‌کنیم. کشف مکانیزمش با خودتون.